درود بر شما مددکاران اجتماعی عزیز، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و خیلی هم خوش اومدین به پادکست 10 دقیقه مددکاری اجتماعی، پادکست خودتون. من مهسا کاویانپور هستم، میزبان شما در این پادکست و الان هم خیلی خوشحالم که شما شنونده این پادکست هستین. از اونجایی که قراره هر اپیزود این پادکست 10 دقیقه باشه، میریم سراغ موضوع اصلیمون و همونطور که میدونید این پادکست قراره هر اپیزودش در 2 زبان فارسی و انگلیسی منتشر بشه و 2 زبانه هستش به قولی. بنابراین بعد از گوش دادن ورژن فارسی حتما توصیه بهتون میکنم که ورژن انگلیسی رو هم گوش بدید و با چند بار گوش دادن رفت و آمد کردن بین این ورژن فارسی و این ورژن انگلیسی کمکتون میکنه که زبان تخصصی مددکاری اجتماعیتون هم خیلی بهتر بشه. چون یکی از اهداف این پادکست این هستش که علاوه بر دادن دانش به شما کمک بکنه که سطح زبان انگلیسیتون هم خوب بشه، پس حتما سراغ قسمت‌های انگلیسی هم بریم. خب ممکنه سوال بکنید که ما این راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم. این اپیزود در مورد بیماری دمانس مغزی یا به انگلیسی دمنشا هستش و صرفا قراره تو این قسمت راجع به بعد جسمانی این بیماری صحبت بکنیم. چون همه شما به عنوان مددکاران اجتماعی خیلی حرفه‌ای، متخصصان اجتماعی میدونید که وقتی راجع به بیماری جسمی صحبت میکنیم، بیماری جسمانی تک بعدی نیستن. یعنی صرفا یک بعد جسمانی ندارن، فقط جسم افراد رو درگیر نمیکنن. بیماری های مزمن اصطلاحی تو انگلیسی دارن که بهشون میگن مالتی دایمنشنال هستن. مالتی یعنی چند و دایمنشنال یعنی بعدی، پس چند بعدی هستن. و بیماری‌ها معمولاً حالا چه بیماری جسمی چه بیماری‌های روانی ابعاد جسمانی دارن، بیولوژیکال، ابعاد روانپزشکی دارن یا روانشناختی دارن، سایکولوژیکال، ابعاد اجتماعی یا سوشال دارن، ابعاد اسپریچوال دارن یا معنوی و همینطور ابعادی دارن به اسم دسترسی به خدمات سلامت که خیلی مهم هستش و پرداختن به این ابعاد چندگانه توی اپیزود 10 دقیقه‌ای امکان پذیر نیست. بنابراین من توی هر اپیزود قرار راجع به یکی از بعدهای بیماری دمنشا صحبت بکنم. پس این قسمت رو می‌پردازیم صرفاً به بعد جسمانی بیماری دمنشا که هم اپیزودها طولانی و خسته کننده نشه و هم شما بتونید بهره کافی ازشون ببرید. خب توی این اسلاید میتونید مباحثی که قراره امروز صحبت بکنیم نگاهی بندازین. اینتروداکشن یا مقدمه، تعریف دمنشا یا definition of dementia، آمارهای جهانی، انواع دمنشا، عوامل خطر، رابطه بین دمنشا و کمشنوایی، علائم دمنشا، درمان دمنشا و پیشاگهیش میخوایم صحبت بکنیم. ولی حالا ممکنه شما سوال بکنید که حالا ما به عنوان مددکار اجتماعی چه لزومی داره بیایم راجع به دمنشا صحبت بکنیم؟ مثلا دمانس مغزی چی هستش که اصلا ما بخوایم راجعش صحبت بکنیم؟ حالا تو این چند دقیقه آتی من راجع به این موضوع صحبت میکنم و جواب این رو میشه در واقع توی این دید که آمارهای سالمندی در جهان رو به افزایش و این غیر قابل انکار هستش. افراد سالمند هر روز دارن تعدادشون توی جهان زیاد میشن و به طوری که بر اساس آمارهای جهانی که وجود داره این هستش که همونطور که توی نمودار هم میبینید تا سال 2030 میلادی، یعنی الان 2024 هستیم، به مدت 6 سال قرار از هر 6 نفر 1 نفر بالاتر از 60 سال در واقع باشه. نشون میده که چقدر داره آمار افزایش پیدا میکنه و تو سال 2050 جمعیت سالمند جهان قراره 2 برابر بشه، به طوری که ما در اون سال همونطور که روی نمودار هم میبینین حدوداً 2.1 میلیارد فرد سالمند داریم. 2 میلیارد و 100 میلیون سالمند خواهیم داشت در آینده که این نشون میده که هم جمعیت چقدر داره جمعیت سالمند سریع افزایش پیدا میکنه و چقدر این قراره جمعیت سالمند جهان افزایش پیدا بکنه. الان جمعیت جهان بین 8-9 میلیارد هستش و فکر کنین 2 میلیاردش قراره فقط سالمند باشه و این ببینید موضوع رو چقدر بغرنج تر میکنه. خب حالا ما مددکارای اجتماعی همیشه خودمون رو توی جوامع به عنوان چنج میکر معرفی میکنیم، متصدیان تغییر. خب ما اگر بخوایم توی جامعه تغییر ایجاد بکنیم، ایجاد یک تغییر مستلزم داشتن دانشه.
بدون داشتن اگر ما خودمون رو متصدی می‌دونیم که در آینده بتونیم خدمات مؤثر و مداخلات خوب و مبتنی بر شواهد به جمعیت سالمند ارائه بدیم، لازم هستش که دانش، آگاهی کسب بکنیم. چون بدون دانش و آگاهی بیس تغییر در واقع دانش و آگاهی هستش و بدون اون نمیشه کاری انجام داد. بنابراین اپیزودها قراره تهیه بشن برای شما که بتونون به اون ابعاد دانش دست پیدا بکنید، خودتون بیشتر راجعش مطالعه بکنید، راجعش پژوهش انجام بدین. همه اینا کمک میکنه که ما بتونیم با این دانش‌هایی که الان داریم کسب می‌کنیم در آینده بتونیم تغییری به نفع جمعیت سالمند در واقع جوامع خودمون یا جوامع جهانی انجام بدیم. پس این دلیلش این هستش که ما چرا قراره راجع به دمنشا یاد بگیریم رو خدمتتون توضیح دادم. حالا اینکه من میگم دمانس مغزی، اینا به چه معنی هستش؟ تعریف بسیار زیادی شده حقیقتا از دمنشا. تعریفی که من خیلی دیدم کامل‌تر هستش، از همه اونها کلانتر هستش، تعریف WHO یا World Health Organization یا سازمان بهداشت جهانی هستش. چی میگه این تعریف؟ میگه دمنشا در واقع یک اصطلاحی میدونه که به بسیاری از بیماری‌هایی که حافظه، تفکر و توانایی انجام امور روزمره رو تحت تاثیر قرار میدن اشاره میکنه. پس از این تعریف میفهمیم که دمنشا یک بیماری نیستش، مجموعه ای از انواع بیماری هاست که همه این حالا میتونه حافظه، اون شیوه عمل تفکر یا انجام کارهای روزمره رو به صورت منفی تحت تاثیر قرار بده. خب حالا مورد بعضی این هستش که باید بدونیم دمنشا یک بیماری پیشرونده است. مثل سرطان که میگیم پیشرونده است، دمانس مغزی یا دمنشا هم بیماری پیشرونده است، با مرور زمان میتونه بدتر بشه. و اینکه این بیماری فقط همه سالمندان رو درگیر نمیکنه. اینطور نمیگیم که هر کس سالمند میشه، به سن سالمندی میرسه درگیر این بیماری نمیشه، این بیماری میشه. اینطوری نیستش و خب یه گروه خاصی از سالمندان ممکنه بهش مبتلا بشن، ولی این گروه خیلی زیاد هستش و آمار بالایی دارن در بین سالمندان. دمانس مغزی یا دمنشا میاد روی نورون‌ها یا اعصاب مغزی تاثیر میذاره که شروع میکنه به تخریبشون یا تحت تاثیر منفی قرارشون میده و این اتفاق قرار نیست یک شب برای فرد بیفته، یک شب فرد دچار این مشکلات بشه تو حافظه‌اش، تو شیوه تفکرش، تو انجام کارهای روزمره‌اش. اینطوری نیستش. مدت زمان زیادی طول میکشه تا فرد به اون سطح برسه و تاثیرات منفی به صورت خیلی مشهودی روی فعالیت‌های شناختیش یا cognitive functionش. البته باید توجه یه نکته رو به اینجا بگم، این که وقتی که میگیم که خب به هر حال هر فردی که به سن سالمندی میرسه یه سری اختلالات توی تمرکزش، توی طرز تفکرش، تو حافظش ناخودآگاه به وجود میاد. اون تاثیر سنه. اون منظورمون تو دمنشا یا دمانس مغزی این نیستش. اون منظورمون یه تغییرات خیلی شدیدی هستش که فرد رو عملاً متکی میکنه به افراد دیگه برای انجام کارهای روزمره‌اش. اینطوری نیستش که در اساس اون بر اثر همون سالمندی و افزایش سن این موضوعات ایجاد بشن. اصلا منظورمون این نیستش، چون بیماری دمنشا یک بیماری هستش در واقع که میاد روی فرد تاثیر میذاره و اینها رو به صورت خیلی مخربی، این فعالیت هایی که ازشون نام بردیم رو تحت تاثیر قرار میده. پس بنابراین اون عوارض سالمندی با بیماری دمنشا در سالمندان کاملا متفاوته و باید به این نکته توجه کرد. خب مثلا توی دمنس مغزی هم اینو باید بدونیم که هوشیاری بیمار تأثیری روش یعنی تغییری توش ایجاد نمیشه معمولا، ولی اختلال تو فعالیت‌های شناختی فرد بسیار مشهود و قابل مشاهده هستش. یه سری علائم دیگه‌ای هم داره، مثل تغییر در خلق و خو یا مود فرد، تغییر در کنترل عواطفش،
ممکنه بیمار خیلی پرخاشگر یا اگریسیو بشه. خب ممکنه شیوه رفتار فرد یا انگیزش فرد هم اون فرد سالمند تحت تاثیر قرار بگیره. من قبلا اشاره کردم توی این قسمت که هر بیماری مزمن ابعاد روانی، جسمانی، روانی، اجتماعی، معنوی و دسترسی به خدمات سلامت داره. دمانس هم از این قاعده مستثنا نیستش و میتونه عوارض از جهت جسمانی، روانی، اجتماعی، اقتصادی نه فقط برای خود اون فرد سالمند، بلکه برای بقیه افراد خانواده‌اش یا caregiverش. ما خیلی شنیدیم تو مددکاری اجتماعی caregiver یا مراقب اصلیش در واقع ایجاد بکنه. یه پرانتز اینجا باز بکنم. خیلی از بیمارا می‌بینم، خیلی از مددکارا من می‌بینم که مشکل دارن با کلمه caregiver و caretaker. کرتیکر فردی هستش که برای شغلش دستمزد دریافت میکنه، ولی کرگیور فردی هستش که حالا میتونه از اعضای خانواده باشه، از اون فرد مراقبت میکنه و اون کار مراقبت یا کر رو برای پول انجام نمیده. اینم یه نکته خدمتتون بگم گفته باشم. خب یه مورد دیگه ای هم که وجود داره قبل از اینکه بریم سراغ اسلاید بعدی این هستش که راجع به دمنشا یا دمانس مغزی توی جوامع معمولا دانش زیادی وجود نداره. وقتی افراد عادی دانش خاصی ندارن راجع به این موضوع، این باعث همونطور که خودمون میدونیم استیگما میشه، منجر به برچسب‌زنی میشه و کلا راجع به دمنشا آگاهی عمومی زیادی وجود نداره. پس ما به عنوان مددکاران اجتماعی یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم، همیشه میگیم ما مدافع گری میکنیم، ما ادوکسی میکنیم، ما ادوکت هستیم. پس این خیلی مهمه که یکی از کارهامون رو بذاریم در مورد اینکه آگاهی رسانی بکنیم به افراد جوامع خودمون راجع به اینکه دمانشا چی هستش و که بتونیم آگاهی سازی بکنیم و یه قدمی به در واقع برداریم به نفع بیمارایی که درگیر دمانس مغزی هستن و همینطور عزیزانشون و خانواده هاشون. خب پس تا اینجا یه درک کلی راجع به اینکه دمنشا چی هستش، تعریفش چی هست رو به دست آوردیم. حالا میخوایم بریم سراغ این که حالا این سختی و شدت و این آمار دمنشا در حال حاضر توی جهان به چه شکل هستش. در این مورد باید بگم که حدوداً 55 میلیون در سراسر جهان الان مبتلا به دمنشا هستن. 60% این افراد در کشورهایی با درآمد پایین و درآمد متوسط زندگی میکنن که نشون دهنده اینه که شاید درمان خوبی یا مراقبت خوبی ازشون به عمل نمیاد، آگاهی کم هستش نسبت به این بیماری ها و هر سال 10 میلیون نفر هم داره به این جمعیت اضافه میشه که آمار خیلی بالایی هستش. و طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، دمانس مغزی در حال حاضر دلیل هفتم اصلی مرگ هستش و یکی از عوامل بسیار اصلی ایجاد معلولیت یا دیسابیلیتی هستش. خب دمنشا همونطور که بهتون قبلا گفتم که یک اصطلاحیه برای انواع مختلفی از بیماری ها. پس دمنشا توی انگلیسی به این واژه‌هایی که یک سری بیماری، یه سری ابعاد زیادی رو تحت پوشش خودشون قرار میدن میگن آمبرلا ترم یا عامل یا مثلا اصطلاح چترگونه که مثل یک چتره و یه عالم مورد دیگری رو در خودش جای میده. پس اگر این اصطلاح جایی به چشمتون خورد به این معنی هستش. پس دمنشا هم انواع مختلفی داره. اولین و معروف‌ترین نوع دمنشا همونطور که خودتون میدونید بیماری آلزایمر هستش. بیماری آلزایمر میاد توی مغز در واقع وقتی که فردی مبتلا به این بیماری میشه، یعنی در واقع توی مغزش به طور غیر عادی یه پروتئینی به نام آمیلوید داره تولید و تکثیر میشه و جمع میشه توی مغز. آلزایمر در واقع 3 درجه داره. درجه مایلد یا ملایم، مادریت یا متوسط، سویر یا شدید. اون قسمتی که مایلد هستش فرد مثلا علائمی داره مثل گم شدن توی خیابون، پرسیدن چند بار یک سوال. وقتی که تبدیل میشه شدیدتر میشه و تبدیل میشه به مادریت یا متوسط،
یعنی که فرد مثلا دیگه سختش میشه که افراد خانواده‌اش یا دوستانش رو بشناسه، ممکنه رفتارهای تکانشی یا ایمپالسیو داشته باشه فرد و در دورانی که بسیار آخرین استیج بیماری آلزایمر یا درجه شدیدش هستش، فرد دیگه قدرت تکلمش رو از دست میده و اصلا امکان برقراری ارتباط با سایر افراد رو نخواهد داشت. نوع دوم فرانتوتمپورال دمنشا هستش. نوع بعدی که خدمتتون گفتم فرونتوتمپورال هستش، در واقع ترجمه فارسیش دمانس مغزی میشه که لوب پیشانی گیجگاهی رو تحت تاثیر قرار میده. توی این نواحی لوب پیشانی و گیجگاهی یک در واقع جمع شدن غیر طبیعی پروتئینی به نام TTP43 را داریم که جمع شدن این پروتئین به طور غیر طبیعی توی ناحیه پیشانی لوب پیشانی و گیجگاهی باعث ایجاد فرونتوتمپورال دمنشا میشه. فرونتوتمپورال دمنشا چون با توجه به درگیر کردن اون ناحیه لوب پیشانی و گیجگاهی یه سری علائم به خصوص ایجاد میکنه. اگر علائم از جانب رفتاری و عواطفی باشه که فرد سختشه که برنامه‌ریزی امورش رو انجام بده، سختی در واقع در درک احساس مثبت و منفی داره، عواطف مثبت و منفی داره، کاهش پاسخگویی به عواطف رو داره، رفتارهای تکانشی داره، اگر حرکت رو درگیر بکنه، لرزش دستان، مشکلات تعادل، راه رفتن سخت رو فرد یا اون بیمار تجربه میکنه. اگر به صورت قسمت زبانی فرد رو درگیر بکنه، مشکلات زبانی ایجاد میکنه، مشکلات اینکه فرد بتونه درک بکنه در واقع صحبت‌هایی که دیگران میکنن رو در فرد ایجاد میکنه. نوع بعدی لووی بادی هستش. لووی بادی باز هم جمع شدن غیر طبیعی یک نوعی از پروتئین هستش که به نام آلفا بی یا آلفا سینکلونید هستش که سینوکلین هستش که اینم بازم جمع شدن غیر طبیعیش میتونه باعث ایجاد همین نوعی از دمنشا که به اسم لووی بادی میشناسنش بشه. لووی بادی معمولا تاثیر میذاره، اون پروتئین هایی که خدمتتون گفتم تاثیر میذاره روی جنبه‌های شیمیایی پیغام رسان ها یا پیام رسان های مغزی که باعث میشه که فرد فعالیت های شناختیش کاهش پیدا بکنه، مشکلات حرکتی داشته باشه، مشکلات خواب داشته باشه و توهمات دیداری. مورد بعدی واسکولار دمنشا هست. واسکولار دمنشا از اسمش مشخصه، برمیگرده به در واقع جریان‌های خون در مغزها و در مغز بیمار و اینکه در واقع تاثیر میذاره وقتی این جریان خون توی اعصاب مغزی تحت تاثیر قرار میگیره، باعث میشه که فرد وقایع کنونی یا وقایع گذشته رو نتونه به خوبی به یاد بیاره و همینطور اینکه بیمار مشکل داشته باشه در اینکه حالا تفکرش مشکل پیدا بکنه، اینکه حالا نتونه وقایعی که قبلا ازش سوال میکنن راجع به گذشته به خوبی به یاد بیاره و مسائلی از این قبیل. دو نوع آخر 5 و 6 که خدمتتون نوشتم، یکیش آدر تایپ یعنی انواع دیگری از دمنشا هست که اگر باز به گوشتون خورده باشه بیماری هانتینگتون از این دسته بیماری هستن. و آخری هم که نوع ترکیبی دمنشا هست، یعنی فرد میتونه چند نوع از اون 4 تا انواع دمنشا که خدمتتون بالا گفتم رو داشته باشه و ترکیبی از اون پروتئین ها در مغزش به صورت غیرعادی داره رشد میکنه و عوارض بسیار شدیدتری رو برای بیمار ایجاد میکنه. این از این و اینا که گفتیم انواع دمنشا هستش. پس مورد آخر هم که خدمتتون بگم این که چطور میشه در واقع در واقع عوامل خطر درگیر شدن دمنشا با دمنشا در واقع جلوگیری کرد. یکی سن هستش عوامل خطر، خیلی بیشتر در افرادی که بالاتر 65 سال سن دارن هستش بیشتر. البته یک نوعی از آلزایمر هستش که در افراد جوانتر هم میتونه بروز بکنه، ولی خب اون در واقع به صورت ژنتیکی باید در خانواده درجه اول فرد موردی بوده باشه. بعدی فشار خون بالا هستش، قند خون بالا هستش، اینکه فرد اضافه وزن داشته باشه یا به صورت خیلی شدیدی
چاق باشه، اینکه در واقع فرد مصرف کننده سیگار باشه، اینکه الکل زیادی مصرف بکنه، اینکه از لحاظ فیزیکی فعالیت بدنی نداشته باشه، از لحاظ اجتماعی فرد در واقع خیلی منزوی باشه، افسردگی و مورد آخر کم‌شنوایی میتونن خیلی تاثیر داشته باشن در مورد اینکه فردی مبتلا به دمنشیا بشه. حالا میشه یه سری از این موارد رو جلوگیری کرد ازش، ولی به طور عادی وقتی افراد سالمند میشن ممکن اضافه وزن داشته باشن، افزایش فشار خون داشته باشن، افزایش قند خون داشته باشن، معمولا به صورت فیزیکی کمتر در واقع فعال هستن، از لحاظ اجتماعی کمتر فعال هستن و ممکنه در حال درشون افسردگی ایجاد بشه. و مورد آخر که مورد بسیار مهمی هستش این که فرد ممکنه درگیر کم‌شنوایی بشه که میتونه یکی از عوامل بسیار مهم هستش در درگیر شدن با دمنشیا. مورد اسلاید آخر هم در این قسمت میتونید ریسورسز ها و منابع رو مشاهده بکنید که میتونه کمکتون بکنه در اینکه اطلاعات بیشتری کسب کنین. اپیزود یه مقداری طولانی تر شد برای اینکه من توضیحات اضافه تر نسبت به ورژن انگلیسی دادم. ان که این قسمت براتون مفید بوده باشه. حتما نظراتتون رو برای ما کامنت بکنید و اگر هم دوست داشتین این قسمت رو لایک بکنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. ممنون از شما که گوش دادین. خدا نگهدارتون باشه.